تا حالا شده از ته دل دعا کنی اما حس کنی هیچ جواب نمیگیری؟ نه اتفاقی میافتد نه تغییر، فقط سکوت. خیلی ها در زندگیشان این سوال را دارند: اگر خدا ما را دوست دارد چرا باز دعای ما را قبول نمی کند؟ امروز می خواهم خیلی ساده و روشن در این مورد صحبت کنم، خیلی عامیانه، تا بهتر بفهمین. گاهی ما فکر میکنیم دعا فقط باید بله داشته باشه، اما ممکن است جواب خدا نباشه برای ما، چون آن چیزی که ما میخواهیم برای ما خوب نیست. مثل که یک کودک چیز خطرناک از پدرش میخواهد اما پدرش نمیگه، نه ای که او را دوست نداره بلکه میخواهد از او محافظت کند. شاید الان نباشه، گاهی جواب دعا تأخیر دارد، نه اینکه رد شده باشه بلکه زمانش هنوز نرسیده. خیلی چیزها در زندگی ما وقت دیرتر میآیند بهتر و خوبتر میشوند. گاهی خدا از ما میخواهد اول خود ما تغییر کنیم، نگاه ما، رفتار ما یا تصمیم های ما. دعا فقط گرفتن چیزها نیست، گاهی ساختن خود ما است. گاهی ما یک چیز کوچک میخواهیم اما خدا برای ما چیز بزرگتر و بهتر را در نظر دارد. ما فقط لحظه حال را میبینیم اما خدای ما کل مسیر ما را میبینه و نگاه میکنه و چیز بهتر را در مسیر ما قرار میدهد. پس اگر دعا کردی و جواب نگرفتی، فکر نکن که تنها هستی یا خدا تو را فراموش کرده و یا این فکر را در ذهنت بیاری که خدا مرا دوست ندارد. چرا دعای من الان قبول نمی شود؟ چرا هر قدر راز و نیایش را که من انجام می دهم پروردگار عالم با آنها گوش نمی دهد؟ شاید جواب نه یا الان نه یا حتی چیز بهتر در راه است. هیچ وقت امیدتان را از دست ندهید، چون هیچ دعای نزد پروردگار عالم به جواب باقی نمیماند و حتما در اخیر دعایتان که یک دعای را صرفا و خاصا از قلب پروردگار عالم دعا میکنید، در اخیرش صلوات شریف هم بفرستید که خیلی دعا را مستجاب میسازد. و اگر این ویدیو برایت مفید بود، آن را به کسایی که امیدش را از دست دادن و یا هم فکر میکنند که دعایشان قبول نمیشود با آنها هم بفرستین تا یک امید و راه برایشان باشد. و اگر ویدیوهای من خوشتان میآید و اگر اعتراض و یا نظریات نیک داشته باشین، حتما برای من بنویسید و من خیلی خوشحال میشوم. و لایک و کامنت فراموش نکرده و از من حتما حمایت کنین تا بتوانم ویدیوهای بهتر و خوبتر برایتان آماده بسازم. وقت حال خوش داشته باشین.